شیرینی سابله وانیلی مشهدی که البته با شیرینی مشهدی متفاوته. این شیرینی خمیر راحتی داره و راحت تهیه میشه. 100 گرم روغن جامد قنادی یا 120 گرم کره رو تو دمای محیط با همزن یه مقداری میزنیم تا نرم و لطیف بشه. 60 گرم پودر قند الک شده بهش اضافه میکنم. مقداری هم میزنم و بعد یه ذره تخم مرغ و یه مقدار اسانس وانیل. دوباره با همزن هم میزنم. در حین هم زدن چند بار دورگیری میکنم. صد و 180 گرم آرد قنادی و 20 گرم نشاسته ذرت رو مخلوط میکنم. 1/4 قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه میکنم و روی بقیه مواد الک میکنم. از دست کمک میگیرم برای خمیر کردن، اما جوری باید این خمیر رو جمعش کنین که حرارت دستتون زیاد به خمیر نخوره و خمیر فقط با نوک انگشتان جمع بشه. نیاز به ورز دادن نداره. بعد خمیر رو توی یک کیسه نایلونی میذارم و برای نیم تا 1 ساعت تو دمای محیط استراحت میدم. قبلا هم گفتم از این گیره ها برای این استفاده میکنم که زمانی که خمیر رو با وردن باز میکنم تمام قسمت های خمیر توی یه سایز باشه قطرش. از 2 تا خطکش، 2 تکه چوب و یا 2 وسیله‌ای که یک اندازه باشه میتونین استفاده کنین. قطری بین 3 تا 4 میلیمتر میخوام داشته باشه. از کاترهای سابله استفاده میکنم. کاترهای مختلفی تو بازار هست. کاترهای سابله معمولا روشون طرح دارن. ببینین قطر رو به هیچ عنوان نمیتونین با قطر کم سابله خوبی داشته باشین. اینها هم آخرین دونه های شیرینی سابلمونه که قالب میزنم.
سینی شیرینی رو توی فری که از قبل گرم کردم با 180 درجه سانتیگراد برای مدت 20 تا 25 دقیقه میذارم تا بپزه. خب شیرینیامون آماده شده، کاملا پخته است. ببینین پشت اونم چه خوش رنگ شده و حالا میتونیم اونا رو تزیین کنیم. میتونین از ژله بریلو استفاده کنین یا مارمالاد استفاده کنین، اما بهترین گزینه ژل مغزی هست که تمام لوازم قنادی ها در ایران دارن و به فروش میرسونن. اینها ژل مغزیه. این ژل مغزی با طعم پرتقاله. ببینید این دقیقاً همون چیزیه که تمام قنادی ها استفاده میکنن برای شیرینی مشهدی به اسم مارمالاد. دقیقاً اینه ژل مغزی. اینم ژل مغزی با طعم آلبالو. این تو محیطه که اینقدر سفته و اینو الان من بازش کردم رو بخار آب. ژل مغزی با طعم پرتقال رو هم باز کردم و تو قیف ریختم. این یکی با طعم آلبالو رو هم تو قیف میریزم و بعد روی شیرینی های سابلمون میریزم. خیلی راحت میشه استفاده کرد. یه روزنه کوچیک سر قیف میزنم و به همین راحتی اونا رو تزیین میکنم. یادتون باشه این شیرینی ها رو با ژل مغزی تزیین کنین، چسبندگی کمتری خواهد داشت و میتونین راحت روی هم قرار بدین. با مارمالاد چسبندگی زیادی داره، همینطور با ژله بریلو. پس بهترین گزینه ژله مغزیه یا ژل مغزی. حتی بیرنگش هست که شما بتونین خودتون هر رنگی که میخواین اونو در بیارین. همین الان اینا رو ریختم، اصلاً ریزش نداره. ببینین اما ژله بریلو رو اگر بریزین دست کم 1-2 روز باید منتظر باشین تا رویه بگیره و نریزه. ببینین به این شکل میریزه. این شیرینی دقیقاً این شیرینیه که همون مقدار ژل مغزی من روی این ریختم و اصلاً ریزش نداره. پس باز هم میگم بهترین گزینه ژل مغزیه و بعد اضافه اونو میتونین دوباره توی ظرفش خالی کنین. نیازی به یخچال گذاشتن هم نداره. خب شیرینیامون آماده شده، جای همه خالی. خدا نگهدارتون.